گیم پلی دمو رزیدنت ایول 9 بالاخره به نمایش در اومد. اینا همه اون چیزایی که ممکنه توجه نکرده باشی. دمو از همون جایی شروع میشه که گریس رو سر و ته آویزون کردن و خونشو کردن تو شیشه. کپکام همیشه باید این کارهای عجیب غریب بکنه. و گیم پلی بازی با آزاد شدن گریس شروع میشه. توی یه بیمارستان، توی راهروهای تاریکش انقدر میچرخین تا یه فندک پیدا کنین و اون فندک تنها منبع نور شما تو اون بازی خواهد. همینجوری که توی راهروها پیش میرین یه در وا میکنین و تبریک میگم اولین انمی بازی و استاکر افتاده دنبالتون. شاید فندک اون رو برداشتین. جدای از این که بازی بهتون اجازه میده در لحظه از توی منو بین اول شخص و سوم شخص جابجا بشید. انیمیشن‌ها یه مقدار تفاوت هم دارن. موقع فرار کردن از این انمی اگه سوم شخص باشید میبینید که گریس میخوره زمین، میخوره در و دیوار، در صورتی که توی اول شخص فقط یه ذره دستش تکون میخوره. در طول دمو هیچ سلاح گرم یا سردی در اختیار گریس قرار نمیگیره. فقت یه سری بطری خالی پیدا میکنه که میتونه اونا رو پرت کنه و حواس اون استاکر رو پرت کنه. توی دمو بهمون نشون میدن که این استاکر جدید از نور بدش میاد. الان ویک is that you؟ و چون از نور بدش میاد توی سیو روممون نمیاد و از کل بیمارستان فقط اتاق سیو ما برق داره. چرا؟ سیستم اینونتوری بازی شبیه نسخه 2 و 7 جایی که آیتم هاتون و کلید هاتون دقیقاً تو اینونتوری خودتون هست. پس طبیعیه که توقع داشته باشید آیتم باکس هم داخل سیو روم ها قرار داشته باشه. و دموی بازی هم با برداشتن فیوز و قرار دادنش توی فیوز باکس آسانسور تموم میشه. نمیدونم چرا همیشه پای یک فیوز در میان است.